اشرارزاده های بگیل و بقایای شر فساد، باور به خدا بکنین غیرت این یک نغمه را مکمل تبارتان نداره. مکمل تبارتان غیرت از یادم نداره. خدا راستی صدها هزار دلار امریکایی را این رقمی قتل زد صرف به خاطر احترام امی 500 هموطن ما که در حمله پاکستان کشته شد. 3-4 دانه آهنگ داشت، کنسرت ها داشت و 3-4 دانه آهنگش صرف مکمل 1 سال منتظر از امید بود که را ریلیز بکنه. چقدر زحمت کشیده بود. با همین رقم کنسرت های خدا همه چیز کنسل کرد و این همی لحظه گریان میکنه به خاطر اونمو هموطنان خود. ولی شما بی غیرت ها رسای کنین، از سیاسیونتان شروع تا ژورنالیستتان تا هنرمندتان، همین رقم فعالین مدنیتان، همه تان میگن زنده باد پاکستان. تمام سیاسیونتان مثل سگ کچکول گدایی را گرفتن، در دفتر و انتظارخانه رئیس آیسای نشستین. بعضیتان رفتین برادر عزیز در دروازه های دیگه تک تک میکنین که طلب قدرت میکنین که براتون صلاح بده مردمتان بکشین. خدا لعنتتان کنه. یک قدر رسوا، یک قدر روسیا شدین، تمام مردم افغانستان در 34 ولایت در رویتان تف میکنه. از پنجشیر شروع تا ننگرهار، از ننگرهار شروع تا بدخشان، همگی در رویتان تف میکنه. اعتبارتان صفر شد. حتی خارجی ها که پایش میبوسین، اینمی امریکایی ها و اینا شما را تحویل نمیگیره از بس که به اعتماد شدین. یک قدر ذلیل شدین، بیشتر ذلیل میشین. خداوند شما را لعنت بکنه که بیگانه را میگن بیاین افغانستان بمبارد بکنین، بمای کلان پرتین. حتی هنرمندایتان میگه، جوانایتان 24 ساعت در تیک تاک میجفه. چقدر بی عزت شدین. دلم سر شما اشرارزاده ها یک قد که نمتو سبک شدین، سبک. خدا لعنتتان کنه. زنده باد انسانیت. تشکر نغمه جانی.